در دوره 1300 روز آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و بلند برداشتن صفت تعلیم در مؤسسه دولتی کالج طبی شهریکانی بادام، تجدید از نوسازی صنفخانه‌های تعلیمی ادامه دارد. بنا به اطلاع مسئولین، در مؤسسه مذکور سال جاری قبول داوطلبان توسط مرکز ملی تستان به راه مانده شده، شماره دانشجویان نسبت سالهای پیشین افزوده است. ماموریت کالج با مقصد همه‌طرفه به تحصیل فرا گرفتن متخصصان میانی طبی، بنای مؤسسه و صنفخانه‌ها را از تعمیر کلی برآورده است. همزمان اودیتوریاهای نو بر هوا بنیاد نموده، در مجموع 1.5 میلیون سومانی از صورت حسابی مخصوص مؤسسه برای تجدید و از نوسازی و تعمیر صنفخانه‌ها روانه گردیده است. ما امسال بار اول به نظام نوی تحصیل، یعنی نظام کردیتی تحصیل گذاشتیم که البته این چندی از مشکلی ها را به بار آورد و چون صنفخانه‌های کامپیوتری نمی رسیدند و از این جهت ما تنقیصی داشتیم و با کمک و دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، کمیته پدر و مادران، همچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهریکانی بادام این کمبودی ها برطرف کردید و دوم سال در کالج تعمیر و ترمیم می رفت که به پورگی بنای کالج و هم بعضی های کالج پوره از تعمیری کپیتالی برآورده شدند. با دستگیری مقامات اجرایی شهریکانی بادام، یکی از بناهای کهنه و از استفاده مانده بیمارخانه مرکزی شهر تجدید و از نوسازی گردیده 8 صنفخانه بر هوا و 2 حجره کاری تشکیل کرده شده است. طوری که اطلاع گرفتیم، عین زمان بیش از 1000 نفر دانشجویان از حدود ولایت و قلمرو جمهوری در کالج طبی مذکور به کسب آموزی فرا گرفته شدند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهریکانی بادام با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، جهت بلند برداشتن صفت تحصیل از حدود بیمارخانه شهر 1.2 هکتار زمین جدا نموده، در آینده نزدیک ماموریت کالج طبی با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که بنای نوی کالج را بنیاد نماید.